سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه قسمت جدید از فان وید فتوشاپ. همونطور که همتون میدونید چند وقت پیش تریلر اولیه GTA 6 اومد و کلا فضای مجازی رو ترکوند و شست و برد و این بازی هم قرار سال 2025 تازه بیاد. پس امروز تصمیم گرفتم که کاور GTA 6 رو براتون طراحی کنم، البته ایرانیزه شده. پس تا انتهای این ویدیو حتما با من همراه باشید که تهش خیلی نتیجه سمی باید داشته باشه. راستی اگر ویدیوهای فان وید فتوشاپ رو میخواید ادامه دار ببینید و هر قسمتش رو ببینید توی این پلیلیست براتون میذارم. بریم که این کاور خفن و سمی رو طراحی کنیم. خب اول بسم الله باید پوستر اصلیشو یه جایی دانلود میکردم، یه جایی که با کیفیت خوب داشته باشه در این حد پیدا کردم و وارد فتوشاپ کردم. اول کار میخوام بیام که این ماشین آمریکایی خیلی قشنگ و کلا عوضش کنم و یه ماشین ایرانی بذارم. برای این کارم باید اول این دوتا سوژه‌مو از تصویر جدا کنم که فکر نکنم کار راحتی باشه. بریم ببینیم که یه ماشین خوب میتونیم پیدا کنیم برای این قسمت. من اینو پیدا کردم که خیلی باحاله. بریم اینم دوربری کنیم. 45 ساعت دیگه میریم. بالاخره اینم دوربری شد. ببریم که وارد تصویر اصلیمون کنیم. چجوری اینا قراره با هم مچ بشن خدا میدونه. این هم نظر پرسپکتیو که یه جورایی نشست توی تصویر، ولی فقط باید الان سایه و اینجور چیزاشو درست کنیم و با محیط کارتونی و ایلستریشنی خود طرح اصلی هم باید مچش کنیم. اینم تا اینجای کار به نظرم که چیز باحالی شد. حالا مرحله بعدی که میخوام انجام بدم اینه که کاراکترها رو قشنگ با سایه زدن بفهمونم که اینا نشستن روی کاپوت. پس میام به این لایه پیکان یه دونه اکسپوژر میدم، مسکش میکنم، حالا مکسم رو اینورت میکنم، مسکم اینورت میکنم، به راش فلو خیلی پایین و اپاسیتی خیلی کمتر شروع میکنم. لبای نه اینجا رو سایه زدن. حالا چیزی که تو فکر خودم بود اینه که فکر کنم که اینجا مثلا تهرانه. المان تهران چیه؟ برج میلاد. برای همین میخوام توی این قسمت پشت یه برج میلاد خیلی ظریف کار کنم که بفهمونم اینجا تهران. از اون جایی هم که قراره توی دور دست باشه و فقط تبدیل به رنگ بشه، من همین وکتورشو میارم که زیادم نخواد دوربری بشه. اینم از برج میلاد. میخوام یه دونه تابلو پیروزی اینجا بذارم که کام ویدیوی بعدی باشه، ولی 2000 years later گنگ بالاست دیگه. ولی بعدم نشد. نمیدونم هر یه طرف هم باشه حال میکنم، هر یه طرف به نظرم دیگه پیروزی بیرون بریم رو کرکترامون. من اصلا حال نمی کنم این موهاش اینجوری بلنده. دوست دارم که دور موهاشو سفید کنم.
باید یه مقدارم خالکوبی و تتو بالاخره داشته باشه دیگه. میخوام یه تتو یاقی بزنم صاف اینجاش. بچه‌ها فکر کنم تا اینجای کار کافیه. من دیگه بیشتر از این نمیخوام برینم توی GTA و ممکنه که همین الان از من شکایت کنم بابت این قضیه. ولی در کل من فایل این کار رو سیف میکنم و شما توی کامنت ها بنویسید که چه المان دیگه ای دوست داشتید به این طرح اضافه بشه. اگر دوست داشتید جایش تغییر بکنه توی کامنت ها بنویسید که پارت دومش هم براتون بسازم. پس این ویدیو پارت دوم داره، اگر شما بخواید و توی کامنت ها برای من بنویسید. خب بچه‌ها اینم از این قسمت. امیدوارم که با این ویدیو حسابی حال کرده باشید. دم تک تکتون گرم که این ویدیو رو تا اینجا دیدید. برای حمایت از من و این کانالم ممنون میشم که همین الان کانالمو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی با خبر باشید و اون زنگوله هم حتما بزنید که نوتیفیکیشن ویدیوها براتون بیاد. اگر نظری پیشنهادی داشتید حتما برام بنویسید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید. مثل همیشه چاکس.